چطوری گایز که بیستاسمون بی نهایت خوش اومد به ویدیو. اگه خوش اومد ویدیو لایک کنید، چنل رو ساب کنید، زنگوله رو بزنید. پیج اینستاگرام یوز کنم که اینجا هست، فالو جویاتون رو بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب گایز خیلی خوشحال بازی کار مکانیک سیمولیتور بعد از چند وقتی دوباره کار مکانیک رو گفتم بذارم ازش یه ماشین تیمون شده خیلی خفنم اینجاست. حالا مثل عقبش مثل نیسان چیز مونه ولی جلوش اینه این مستانگ و اینا خیلی جالبه. تلفیق از چند ماشینه. 3700 هورس پاورشه که 2400 و 2400 200 200,400 و 246,000 دلار پولشه. من قفل کرده لحظه مغزم انقدر زیاد بود. حالا این که نمیتونیم بخریم. 241,000 تا داریم. این چنده؟ 200,000 تا. این سقف فروکا هم اودی که به درد نخوره اصلا. این سقف فروکا هم ماشینای باحالیه. این چنده؟ 180 تاست. قیمت معقولی داره. چیکار کنیم؟ یه دونه از این یا میتونیم بریم. اینم فکر کنم تیون شده شه. فکر کنم تیون شدهش باشه. نه همون استیل اینجا شال کنیم. فقط فرمونشونه یکم فرمون. اینو میتونیم ما تیونش کنیم یکم. البته یه چیزی که من دیدم چراغا اینا رو فقط میتونیم عوض کنیم. چون قطعات بدنه چون هنوز برامون درش چقدر کوچولو هنوز برامون باز نشده رنگ کردن ماشین. به خاطر این ماشین رو رنگ نمی‌کنیم خیلی کمتر می‌خرنش ولی قیمتش افت می‌کنه. به خاطر این فقط یه گیربکسش رو میتونیم آپدیت کنیم و یه چند تا از قطعات موتورش، یعنی کلا شماش رو آپدیت می‌کنیم با یه گیربکسش. دیگه جای دیگه سعی می‌کنیم دست زیادی نبریم. با همین خوب اینو بخریم. قیمتش هم یادتون باشه 200,000 دلار پولش بوده. ببینیم سود برام حساب میشه یا نه. بخرم ایش بخرمش بعد بریم تو گاراژ. بای یس گاراژ. تو گاراژ میرم تو. خب گایز برگشتم به گاراژ خودم و یکی دلایلی که فکر کنم اون ماشینم انقدر کم ارزون فروختم اینه فکر کنم ضررم چند هزار دلاری ضرر کردم تو فروختنش. این سود که نکردیم هیچ ضررم کردیم. به خاطر این بود که هم باشه یکم کارکردشو بردم بالا. نمیستم کار کردم رو قیمت ماشین تاثیر میذاره. انقدر گنده است توش اصلا معلوم نیست اینجا. ببینیم قطعاتش چه چیزایی داره. توربو شارژ داره که نداره. ولی این چهارچرخ متحرکه. این که ABS شو ABS پمپ اینم خود ABS شه. فقط گیربکسشو باید عوض کنیم که اینجاست. اینم شاید بتونم عوض کنم. شماشم عوض میکنم دیگه. چیزی واسه عوض کردن نداره به اون صورت. همین شمشو عوض میکنم و گیربکسش. ببینیم قیمتش فرقی میکنه. بذار بیارمش. آها چراغاش هم راستی مهمه. این ماشینی چیه که چراغاشو عوض کنیم. V8 اسمش نمیدونم کجا مینویسه. قبلا یادم بود الان یادم نمیاد. رنگشو کارکردشو نه یادم نمیاد کجا اسمشو مینوشت. بذار حالا گیربکس ایناش درست کنم بعد دوباره برمیگردیم سراغ چراغا. این چراغ عقبش هم خیلی زشته. ماشاءالله زیرو ببینه جی داده زیر نفربر انقدر گنده است. بزنم اینجا که بریم نزدیک بشه یکم. بریم سراغ گیربکس. اینو میگه با کنیم. این چهارچرخ متحرک هم هستیه چون از این اسمش نمیدونم چیه. دوتا داره. دوتا از این چرخاننده های چرخ داره. اینجا الان آبه اما خاک ماست. خب گیربکسش هم وام کن. استارت V8ش هم باید وا کنیم و گیربکسش هم عادی V8 هیچ. گیربکسش هم از فروش خود اینم بکنم بازم پول میتونیم کسب کنیم. ولی حالا بذارم چقدر کلش سود خالص واسمون داره. این تنها چیزی که نمیتونیم عوض کنیم اون چرخ دنده پشتش کردم. اینو فقط نمیتونیم عوض کنیم دیگه. این اسپورت نداره. حالا میایم اینجا تبلت
قسمت اسپورت که این برای چیز بود. کلا اومدم بیرون از تبلته. کجا بود گیربکس؟ گیربکس V8 خالی. گیربکس V8 اینم از گیربکس V8ش. این چیه؟ گیربکس V10 خفنه گیربکسه دیگه. فقط همیناست. بیایم بیرون. فکر کنم قطعات اون واسه گیربکس هم از اینجا باید بخرم. یه دونه اینه، یه دونه اینه، یه دونه اینه، یه دونه اینه. آها اون کوچولو رو نمیتونم بگیرم. بذار بریم سراغ وصل کردنش. چیز دیگه که در مورد گیربکس که نداشت. اینو وصل میکنیم. آها بذار اصلا اون پشتش هم وا کنم. پشتیش هم وا کنیم. این چرخ رنده فکر کنم داشتیم ارتقا یافته شد. آره اینا 3 برابرش تقریبا 3% بیشتره. زیاد فرقی نمیکنه. این چقدر این اصلا فرقی نمیکنه. صرفا استیله. این فقط به خاطر استیل بودن یه قطعی رو خریدیم. آها اینو میگم. اینو اصلا نداریم. گیربکس V8 6 سرعته 2 کیلوجی و ایناش نمی‌نویسه. حالا بعد گیربکس خیلی حالتهای دیگه هم داره. گیربکس 2 کیلوجی خشک و تر و مثلا یه چیزای خفنی داره گیربکس. اینجوری نبینینش. این 4x4 هم داره بخریم گیربکس. نه انگار از اینا رو نداره. بیا بیرون دیگه. یه فیلتر هوایی خفن هم واسش میگیرم. بذار این فیلتر هوا قرمزی ها. این از این و اینم از این. درایور هم چی پاک شد. خواستم بخونمش. لاستیکاش خدای خوراک آفروده. خب این تا اینجا تموم شد. بیاریمش پایین. این گیربکسشو کلا عوض کردم. یه چیزی هم اینجا دیدم که عوضش کردنش باحال میشه. آها اینه. چیه این؟ بذار فکر کنم اینو دیده بودم واسه V8. اینو تو اون قسمت اسپورتا دیده بودم. کجا؟ اینجا بود. نه اینا نیست. بیایم پایین تر. آخرا شاید بود. یه دونه فولی فیلتر هم ازش میگیریم. فیلتره دیگه اینجاها دیده بودمش. اونو واسه V8. کدومه V8 چیز اینطوری طور بود. V6 کدومه؟ ها اینجا بودش V8. این واسه V8 $300 بابا. سکش تو روحت کنن. شیشه و اینه که دیگه همه چی روش اوکیه. فقط اینو واسه V8 روش میندازیم. استیل شد و قرمز. فقط همین. شمعاش هم میتونیم عوض کنیم که حالا زیاد علاقه به تعویض شمع نداریم. چی بود من وا کردم؟ این از همیناش بود. کنم از اینا هم میتونیم قرمزشو بخریم. این قرمز بودن اسپورتشو. برم بالا اینجاها دیدمش. اینا بودن دیگه. واسه من فکر کنم مدلش V8 خالیه. بذار نگاه کنم مدلشو. مدل دی آیشه. بذار نگاه کنم. دی آی داره اصلا. آره دی آی داره. 2 تا دی آی میگیریم. $1800 بابا. سکش تو روحت. پول خونه خاندانش داره اما میگیره. 4% بیشتره بابا. تاثیر داره. نه اینو نذار. خب بس اینو وا کنم. و این از اینش. این از اینش. تا اینجا که حال باز کردن اینا رو بقیه چیزشو ندارم. بذاریم سراغ قطعات چراغ و اینا.
آقا این از اولین چراغش. بذار این یه دونه از این چراغا بگیرم، یه دونه هم از این چراغای خودش خیلی زشته خدا وکیلی. از این یه دونه هم از این دیگه. بقیه چیزاش دیگه چون رنگ نمیتونیم بکنیم هر چی بگیریم سوخت میشه، تا پولمون الکی به باد میره. این چراغ، این چراغش، چراغ عقب و این چراغ و دو چراغ عقب. چراغ عقب چرا نمیشه اونو بندازیم؟ شاید روی مدل خاصی میشه انداخت اونو که ما روی این نمیتونیم بندازیمش. بذار یه بار دیگه ببینم. مثلا مدلش که همین بود. شاید مدلشون فرق میکنه، مثلا شاید ماشیناشون فرق میکنه. آره انگار ماشیناشون فرق میکنه، اصلا یه چیز دیگه است و سوخت داد دوتا چراغ. رفت تو پاچمون چراغا، کاری هم نمیتونیم بکنیم. سگش تو روحش. تا حالا انقدر بد چیزی تو پاچم نرفته بود. این کارو که بیشتر از این که کاری دستم بر نمیاد دیگه. چیکار میتونم بکنم؟ آخرشه بکنم دیگه. بذار ببندیم در کاپوتو، بریم واسه فروشش ببینم چقدر میخرنش. 214,000 $. بذار بفروشمش 30 تا 40. آره یه سودی فکر کنم کردیم. بیارمش اینجا یه عکس ازش بندازیم بعد بفروشیمش. آره سی چیزم دیگه نشون بدم. اینا رو هم فکر کنم میتونیم تغییر بدیم که نمیدونم چیکار میکنه. دارید میگی دنده 5 اینا چیکار میتونیم بکنیم؟ بذار اینو بیارم اینجا همه رو. چه فرقی میکنه رو نمیدونم. خب حالا گزینه ریست هم داره، اگر گند بزنیم تیونش کردم. حالا چقدر میخریش؟ فکر کنم سرعت و اینا شکم رفت بالاتر. بذار بفرستمش قسمت در گاراژ 2. نه بذار بفرستمش یک، بابا خیلی این ور داغونه. بعد بدم این ورم تعمیر کنم واسم. اوه چه رخی خدا وکیل. رخو ببین چه رخی، اصلا ته رخو داره خدا وکیلی. بریم سراغ فروشش. سل کار. بله مطمئنم. 246,000 تا و بله سودم داره این بازی. یعنی 5,000 $ تقریبا سود کردیم توی یه فروختن و یه گیربکس کلن عوض کردم. عالی شد. خب آقا مرسی که این ویدیو دیدید. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و تا ویدیو بعدی پیس.